داستان زندانی شدن بازیگر آیرون من. رابرت دانی جونیور که یکی از بزرگترین بازیگران هالیوود گذشته بسیار تاریکی داشته و 2 بار به زندان افتاده. در این حد بگم که این فرد از 6 سالگی مواد مصرف میکرده و در سن 20 سالگی به خاطر مصرف زیاد الکل و مواد مخدر به زندان میافته. بعد از چند ماه آزادی مشروط میگیره، اما این دفعه پلیس اون رو با هروئین، کوکائین و یک اسلحه خالی دستگیر میکنه. همین باعث میشه که دادگاه برای اون 3 سال حبس ببره و دوران جوونیشو این بازیگر توی زندان سپری کنه. زندگی واسه رابرت دانی جونیور مثل یک کابوس تموم نشدنی بود تا اینکه سال 2002 یک تصمیم بسیار مهم میگیره. بعد از اینکه همسر اون تموم موادهای مخدر اونو توی دریا میریزه، اون تصمیم میگیره که به یکی از بزرگترین بازیگران مرد دنیا تبدیل بشه. اون با بازی توی چند تا فیلم کوتاه خودشو به کارگردانای مطرح دنیا معرفی میکنه و بعد از اون با نقش آفرینی توی